بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا، آیا این انسان هایی که کافر شدن اینا قدرت الله را نمیفهمند که او خالقی که مستحق عبادت و اطاعت هست، او ذاتی هست که ان السماوات والارض، وقتی که آسمان ها و زمین کانتا رتقا، ای با هم چی بودن؟ این زمین آسمان یک کتله بسته بودن. رتق چی رو میگن؟ کتله بسته. زمین و آسمان کلش با هم چسبیده بودن. الله متعال میگه ما با قدرت خود این کتله بسته که زمین بود ففتقناهما، بازی‌ها را ما دوباره جدا ساختیم. حالا شما حداقل اگر از گاه ساینس و تکنولوژی هم تحقیق بکنین، ببینید که زمین در اصل امی خلقت آسمان ها و زمین که مانند یک دخان بوده هست، بالاخره ای مبدل کرده به یک رتقه که با هم بسته بودن. باز الله متعال این زمین و آسمان چی کرد؟ از هم جدا کرد. الله متعال میگه که این موجودات بسته که با هم بسته بود باز ما جدا ساختیم. نظام شمسی را، سیارات و این کهکشان ها را خلق کردیم. و جعلنا من الماء کل شیء حی. الله متعال میگه ما از آب هر مخلوق زنده نگه داشتیم. شما سعی کنین از نگاه بیولوژی، کسایی که بیولوژی خوب میفهمند که در وجود انسان چند فیصد آب هست. بیشترین فیصدی آب است. همچنان بیشترین فیصدی در مخلوقات دیگر سعی کنین آب است. الله متعال میگه امی است. بسیاری ساینسدانا مسلمان میشن وقتی که آیات قرآن رو میخونن. در دو معجزه علمی تکنولوژی هست که کسایی که مسلمان حقیقی هستن، اول متخصصین زمین شناسی و فضانوردی، وقتی که این را تحقیق کردن گفتن سبحان الله، سعی کنین خالق متعال این کلام الله هست. گفتیم چطور فهمیدی که کلام الله هست؟ گفت بخاطر از اینکه ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. الله متعال میگه که یا با هم چسبیدگی بودن، بعد از این جدا شدن. ساینس و تکنولوژی امروزی این قضیه را ثابت کرده، ولی را 14 قرن قبل محمد صلی الله علیه و آله نمیشناخت. پس چطور محمد این قسم یک گپ بزنه؟ گفت ما عقیده کردیم که کلام محمد نیست، این کلام الله هست. چرا غربی ها در غرب اول چی میگن؟ نام قرآن میگن the book of محمد، کتاب محمد. بر مردم این قسم چی میکنن؟ یا میگن که the book of the driver of camel. میگه این کتاب که است؟ میگه این کتاب چی است؟ یک شترچران هست. در ذهنیت مردم هم یک ذهنیت مغشوش میسازن تا که مردم قرآن نخوانه. وقتی که کتابی کی است؟ کتاب اسم محمد نوشته کرده. یا کتابی است که دریور کمل بود. چی بود؟ یک کسی به سر شتر سوار میشد. خب در وقتی که شتر سوار میشد، امی پدرکلانای ترامپ و جورج بوش و پدرکلانای از هم خدا او وقت موتر نداشتن دیگه. وقتی که 14 سال پیش وسایل ترانسپورتیشان اسب بود و گاو بود، خود از اینا هم کاوبای هستن. کاوبای چی معنی؟ یعنی بچه که سر گاو سوار میشه. پتلونای کاوبای که میگنی، کاوبای به خاطر از میگم کسایی که سر گاو سپورت میکردن، سر گاو سوار میشدن، بسیار خطرناک بود. بازی پتلون میپوشید، پتلون زود نمیکفه، بازی رو میفتن کاوبای. خب آله خیش پدرای شما هم سر کمال سر چیز بودن. ببینید تصورات غلط. مثلا وقتی کتما یک انگلیسی میشینه بر من یک پیغمبر شما کسی بود که چی بودن؟ یک خانم است ای مسلمان شد. یک خانم است اگه فکرتان باشه در وقت طالبا بندی شده بود، طالبا او را بندی کرده بودن، بازی آزاد شد، باز رفت تک وطن خود انگلستان. باز چند سال پیش این در پانتون طبی کابل اینجا آمده بود. باز ما رفتیم، امرای ما هم 6 تا جریان اسلام خود تشریح کرد. باز این خانم گفت وقتی که من مسلمان شدم، گفت پس وقتی که اونجا رفتم اسلام هم شناختم، در این فرصتی که من زندان بودم و مطالعه کردم و دیدم من مسلمان شدم اونجا. گفت وقتی که من مسلمان شدم مادرم برای من گفت که تو رفتی به یک پیغمبری که ای از چی است؟ پیغمبری که عرب است و از شرق اوسط است. میگه مادرم مرا گفت که در از رفتی تو ایمان آوردی، یعنی به محمد صلی الله علیه و سلم. میگه من برش گفتم که جیسوس کرایست هم از مانچستر نبود، خود عیسی مسیح هم از لندن نبود. خود عیسی مسیح که شما از او پیروی میکنین خوام از فلسطین بود دیگه. حالا شما چیزی از رو تغییر دادین، ریشه مطابق مزاج خود ریشه سرخ جور کردین، چشمایش سبز جور کردین و
مادرش هم بیبی مریم فرانسوی چیرش جور کردین، در حالی که او هم از مانچستر گفتی تونی خانم از مانچستر انگلستان بوده، گفت ما هم از مانچستر نبود مای مادر که شما پیروی میکنین، پس محمد صلی الله علیه و آله هم از اون منطقه هست و هم از اون منطقه هست. به هر صورت این بسیاری کسایی که با وجود نمی تبلیغات منفی یا آیت قرآن را میخوانند که ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، بسیاری از علمای تکنولوژی و علمای ساینس و علمای فضانوردی در اروپا و امریکا مسلمان شدن با این آیت قرآن و گفتن که نه this book is not from محمد، این کتاب از محمد نیست، این کتاب است که بالای محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده، زیرا این سخنها را کسی گفته میتونه که عالم غیب باشه 10,000 سال پیش و 10,000 سال بعد کلش علمش یکسان باشه که خالق متعال است. اما محمد صلی الله علیه و سلم وقتی گپا را نمیفهمید، پس این مسائل تکنولوژی را که بیان کرده این معجزه هست که برای ما مردم که قرآن ما را مسلمان بسازه. و همچنان معجزه دومش و جعلنا من الماء کل شیء حی، این معجزه دوم هست که این را هم در کتابی که ما یا کتاب من نوشته کردم به نام قرآن و تکنولوژی معاصر، یا کتاب ما هست به نام قرآن و تکنولوژی معاصر. در کتاب قرآن و تکنولوژی معاصر این را هم بیان کردیم که شما اگر از نگاه کسایی که بیولوژی تخصص دارن، علمای ساینس، اینا میفهمن که انسان و حیوانات و نباتات بدون آب زندگی کرده نمیتونن و فیصدی آب در مخلوقات بیشتر است نسبت به فیصدی جمادات و اثر زندگیشان امی هست. افلا یؤمنون، الله متعال میگه پس چرا اینا ایمان نمیارن؟ اگر شما ساینس میفهمین، تکنولوژی میفهمین، دانشمند هستین، پس دلایل قدرت خود الله متعال بیان میکنه و میگه چرا اینا ایمان نمیارین. الله متعال دیگه دلیل قدرت خود بیان میکنه و جعلنا فی الارض رواسی. الله متعال میگه وقتی ما زمین خلق کردیم در زمین کوها را خلق کردیم و باز در آیت دیگه میگه که والجبال اوتادا، امی کوها را ما مثل میخها در زمین گذاشتیم. چرا؟ ان تمید بهم، ای که اینا را نشورانه، یعنی شور نخورن، مایل نشن. پس وقتی که زمین ما و شما هستیم هیچ وقت دوران زمین و حرکت زیر ما و شما احساس نمی کنیم. کوهایی رو تو محکم گرفته که ولو که در جریان و حرکت هم است ما و شما نرمال هستیم. اگر امین نعمت الله نمی بود، امی کوها در زمین نمی بود و امی زمین امی قسم میمان، تو میشید مثل که مثلا از یک مزار با کابل آمدی، دوائن موتر دیگه خوب آمده شورک داده امو شامکی دیگه خوب خوت برده. ایناله وقتی که اگه در زمین هم می بودی دیگه درس خواندن نمیتونستی. چرا تمام روز دیگه شورک داده آدم که در موتر سفر میکنه باز شب نه درس خواندن میتونه نه سه عبادت کرده میتونه، خسته میباشه، گنگس میباشه، میگه والا از سفر آمدیم. پس الله متعال میگه شما را از این خستگی ها نجات دادیم توسط چی؟ که بالای زمین کوها را میخ کردیم تا که شما را مایل نشود. تمیده بهم، اینا را میلان نده، کجشان نسازن، نلرزانشان. و جعلنا فیها فجاجا سبلا، و در زمین میگم ما ساختیم سبل، راهها. سبل جمع سبیل است یعنی راهها، فجاجا گشاده یعنی راههای بسیار خوبی که شما میتونین که از یک منطقه به منطقه دیگه حمل و نقل بکنین لعلهم یهتدون، شاید که اینا هدایت شون. الله متعال میگه دیگه قدرت ما چی هست؟ و جعلنا السماء سقفا محفوظا. الله متعال میگه ما آسمانم مثل یک سقف محفوظ حفظ شده خلق کردیم. آنچه که شما میبینین ای در بین فضا هست، این سیاراتی کهکشان ها، هنوز بشریت به سقف آسمان تا حال نرسیدن. از این خاطر روز به روز سیارات جدید اکتشاف میکنن و هم عن آیاتنا موردون. الله متعال میگه و این مردم از نشانه های قدرت ما، از دلایل ربوبیت ما، الوهیت ما، حاکمیت ما، سلطنت ما، اینا اعراض میکنن. و این چرا میگه؟ میگه اکثرا مردم های جاهل، بیخبر، غیر مترقی، مردم های عقب مانده، غیر متمدن، اینا اعراض میکنن. اما کسایی که در تکنولوژی، در ساینس، در تفکر، در اندیشه، در تعقل برتریت و اولویت دارن، اینا باز به تسلیم میشن. و هو الذی، دیگه از دلایل قدرت الله، خلق اللیل و النهار. شما دقیقاً یک ساعت بیشین در خلقت روز و شب و شمس و القمر و همچنان در خلقت آفتاب و مهتاب. شما کمی فکر بکنین، کل فی فلک یسبحون، تمام از اینها در فلک، در امی فضا یسبحون، آب بازی میکنن. این دیگر دلیل علمی معجزه علمی قرآن است.
این دیگه معجزه علمی قرآن است که ساینسدان امروز کشف کردن که شمس و قمر و اینا تمام هزینا چی هستند؟ در حرکت هستند. الله متعال 14 قرن قبل گفته که شما ببینید که تمام از اینها چی هستند؟ در فلک، در این فضا چی میکنن؟ یسبحون. سباحت چی نمیگن؟ آب بازی. مثل که کشتی همی قسم در حرکت خودتا میزنه و حرکت میکنه، کسی که آب بازی میکنه آب بازی میکنه در حرکت است، اینا هم همین قسم متحرک هستن. سبحان الله. این هم بسیاری از علمایی که خواندن گفتن والله از کلمه یسبحون اینا مسلمان شدن. یعنی یک کلمه قرآن سبب میشه که یک انسان متمدن، ساینسدان، انسانی که در تکنولوژی با خبر است، این به دین مقدس اسلام مشرف شود. و ما جعلنا، الله متعال میگه که این رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا مشرکین ادعا میکردن که باید پیغمبر دیگه نموره، پیغمبر دیگه باید همیشه باشه. برشان گفت که و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ما نگردانیدیم برای بشر قبل از تو هیچ پیغمبر صلی الله علیه و سلم الخلد، زندگی جاودان، که اینا همیشه در دنیا در زمین زندگی باشن، زنده باشن. این قسم نیست. آدم علیه السلام وفات کرد، نوح علیه السلام وفات کرد، ابراهیم علیه السلام وفات کرد و موسی علیه السلام وفات کرد و عیسی علیه السلام هم بعد از تکمیل وظیفه‌اش و نزولش به زمین وفات میکنه. افئمت فهم الخالدون. آیا پیغمبر اگر تو فوت کنی آیا اونها دائمی میمانند؟ بلکه بعضی کسا فکر میکنن، خصوصا کسایی که قتل میکنن، جنایت میکنن، والا اگر فلانی نفر ما کشتم بازو دیگه رفت مرد. خب اگر او کشته شد مرد، تو باز زندگی دائمی داری، خود تو هم یک روز میموری و باز روز آخرت خودت به هزاران مشکلات مواجه میشیم. کل نفس ذائقه الموت. الله متعال میگه هر مخلوقی که صاحب نفس است این مزه مرگ میچشه. به این خاطر ملائکه هم میمرن، جنها هم میمرن، انسان ها هم میمرن، جنبنده ها هم مگی بالاخره میمرن، کل از اینا میمرن. پس این آیت قرآن میگه که تمام مخلوقات میمرن. خب اینجا بعضی کسا میگه این آیت میگه کل نفس ذائقه الموت، در آیت دیگه میگه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، بر کسایی که در جهاد فی سبیل الله کشته میشن بر از اونها مرده نگوین. اینجا میگه میمرن، اونجا میگه نه نگوین مرده، زنده هستن. علما میگه چی است؟ میگه اینا دو اعتبار است. به اعتبار دنیا و زندگی ما و شما نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین میمرن، کلشان مرده هستن. اما به اعتبار زندگی در عالم برزخ اینا زنده هستن. چرا؟ در قرآن عظیمشان میگه که بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. کسایی که در راه الله به شهادت رسیدن شما اینا را مرده ها نگوین، اونا زنده هستن. ولکن لا تشعرون، ولکن شما زندگی از اونا را احساس کرده نمیتونین. پس زندگی شهدا را، زنده بودن اولیاء الله را، انبیاء الله را ما احساس کرده نمیتونیم. اگر کس میگه من احساس میکنم، به آیت قرآن کافر میشه. چرا؟ اونا در کجا زندگی هستن؟ در عالم برزخ. عالم برزخ مربوط غیب میشه. عالم ما و شما غیب نیست، مشاهده هست. ما و شما که دیگه خدا میبینیم، زندگی تو را ما احساس میکنیم، تو زندگی ما را احساس میکنی. اما اگر یکی از ما و شما را الله در جمله اولیاء الله و شهدا و اینا زنده داشته باشه در عالم برزخ، الله متعال میگه ولکن لا تشعرون، شما با زندگی پیغمبرا، اولیاء الله، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحا را احساس کرده نمیتونیم. بنان کسایی که میگه من فلانی شهید دیدم، فلانی شهید آمد پیش ما، فلانی شهید که ما گپ زد، این به آیت قرآن ایمان نداره که ولکن لا تشعرون ای لا تشعرون حیاتهم، شما زندگی از اونا را احساس کرده نمیتونین. بل احیاء، زنده هستن، عند ربهم یرزقون. عندکم نگفت که پیش شما نان میخورن. بعضی کسا بر نام شهیدا غوریای پلاو ترا را میگیره، باز میگه که شهیدا باز میگه غوریا را میخوره و دروغ میگه. کاینای معبد واره بازیا خودشان میخورن، کلاشان کتک کتا میشه. اینا میگه که نه، بل احیاء، اونا زنده هستن در عالم برزخ، عند ربهم یرزقون، به نزد رب خود رزق میشن. از این خاطر کسایی که احساساتی بحث میکنن به این معنا که من فلانی شهید دوست دارم، فلانی پیغمبر دوست دارم و او باز بر از او علم غیب میتن و به عوض نام الله نام از او صدا میکنن، این کلش
اعتقادات احساساتی دروغی هست که اونا عقیده خود از قرآن نگرفتن. قرآن از این میگه کلگی میمورن در دنیا کلشان مرده، بله شهید مرده، بله پیغمبر مرده، بله خود رسول الله هم وفات کرده، در سن 63 سالگی وفات کرده. حالا اگه پیغمبر سر نمیمرد خیلی میگفتن پیغمبر سر مال 1400 چند ساله هست. کلگی نوشته که تاریخ کتابای سیرت که رسول الله هم در 63 سالگی چی کرد؟ وفات کرد. حمزه رضی الله تعالی عنه در چند سالگی وفات کرد. پس به حساب دنیای ما و شما وفات است، اما عند ربهم یرزقون، در عالم برزخ زنده هستند، پیش پروردگار در باغهای جنت، در نهرهای جنت تغذیه میشن، غذای بهتر از غذای ما، زندگی بهتر از زندگی ما، زندگی از اونا در اونجا عالی تر است، ولی او زندگی مربوط غیب میشه. عالم برزخ عالم غیب است. اگر ما و شما زندگی از اونا احساس کنیم، باز دیگه چی میمانه؟ باز دیگه ایمان به غیب از بین میره دیگه. این برزخ احساس کردیم. از این خاطر میگه در قبر ولو که 2 نفر پالی یکی دیگه هم پالی مرده خو شوی، اما مرده عذاب هم ببینه تو عذاب از رو احساس کرده نمیتونی، چرا عذاب از اون مربوط غیب است و تو در فضای زندگی میکنی که فضای مشاهده است، زندگی تو غیب نیست. پس باید دو زندگی رو در بینش انسان فرق بکنن. و نبلوکم، و ما شما رو امتحان میکنیم به شر، به سختی ها، و الخیر، و به آسودگی ها، فتنه. یعنی 2 قسم امتحان است. همیشه توجه داشته باشین، بالای شما 2 قسم امتحان میه. یکی امتحان در سختی ها سرتان میه، یکی امتحان در نعمت ها میه. یک دفعه سر تو امتحانات میه، بندگری هست، فشار است، سختی هست، لط شدن است، حتی کشته شدن است، حتی بمبارد شدن است. اینی گپا سختی ها سرت میه. یم امتحانات الله هست، باید صبر بکنی. و بعضی اوقات ات امتحانات سرت میاد که بسیار نعمت ها پیش روت گذاشته میشه. خوب خانه لوکس داری، خوب زندگی خوبش داری، خوب نعمت ها هست. الله متعال میگه در هر دو صورت ما تو را امتحان میکنیم. گاهی برات اسباب رزق بسیار وسیع میسازیم، امتحانت میکنیم. گاهی سرت فشار میریم اقتصادی را که بسیار بس نان صبح و شب محتاج میباشی. این هم امتحان است. الله متعال میگه و نبلوکم، و حتما ما شما را امتحان میکنیم به شر، با سختی ها، و الخیر، و به آسودگی ها، فتنتن، به خاطر چی؟ به خاطر امتحان. انسان که هست همیشه در حالت امتحان است. از یک طرف برای ابراهیم علیه السلام در پیری برش بچه میته، از طرف دیگه امتحان میشه، میگه بچه نوجوان تا بکش. یک طرف نعمت است، یک طرف امتحان است. هر دو صورت امتحانات است. و الینا ترجعون، الله متعال میگه باز به طرف ما شما مراجعه میکنین. و اذا، و هنگامی که رآک الذین کفروا، ببینن تو را مردمای کافر، یتخذونک الا هزوا، اونا شما را نمیگیرن مگر به مسخرگی. یعنی یکی از عادات مردمای بیدین ای است که مردمای دیندار ولو که پیغمبر باشه مسخرگی بالایش میکنن. پس شما مسلمان ها، شما دعوتگرای حقیقی، هیچ وقت متاثر به سخنان مسخرگی از اونا نشین. متاثر به این نشین که والا مرا این قسم گفت، مرا گفت که تو تروریست هستی، مرا گفت تو فاندامنتالیست هستی، تو وهابیستی، تو اکستریمیست هستی، تو افراطی هستی، تو بنیادگرا هستی. این اصطلاحات و این مسخرگی ها و این رشخندی ها که است، این عادت مردم های بیدین است. رسول الله صلی الله تعلیم میته ورش میگه که وقتی که رآ که ببینن تو را که تو پیغمبر هستی، چقدر مقام عالی داری پیش الله، لکن کسایی که کافر شدن تو را ببینن، این یتخذوک الا هزوا، نمیگیرن تو را مگر به مسخرگی، سر تو رشخند میزنن، مسخرگی میکنن. اهذا الذی یذکر الهتکم، باز میگه که اینمو کسی است که معبودای شما را بد میگه، بت‌ها را بد میگه، بت پرستی را بد میگه، قبر پرستی را بد میگه، مخلوق پرستی را بد میگه. امی شخص است. باز با اشاره چشم و با حرکت‌های عجیب غریب خود به طرف تو اشاره میکنن و این سخنا را میگن. و هم به ذکر الرحمن هم کافرون، اونا خودشان به کتاب ذکر رحمان، یعنی کتاب الله، سنت رسول الله، خودشان کافر هستند. اگر اونا به کتاب الله و سنت پیغمبر ایمان می داشتن، هیچ وقت ایمانشان اجازه نمیداد که اینا مسخرگی بکنن بالای پیغمبر و بالای دوستای الله. خلق الانسان من عجل، الله متعال میگه که انسان آفریده شده از عجله. یعنی انسان همیشه علاقمند چی است که هر چیز باید برش عاجل داده شود. ساوریکم آیاتی، این مردمای بیدین همیشه میگه خیلی بیار عذاب عاجل بر ما، عذاب الله را بیار. الله متعال گفت ساوریکم، زود نشان میتم بر شما آیاتی، نشانه های قدرت خدا.
آخر براتان اگر شما به حساب فکری و علمی و عقلی قناعت نمیکنین، باز به چشمتان دلایل و نشانتان میتیم که چه وقت عذاب کنین. فلا تستعجلون، پس عجله نکنین. و یقولون، و میگن مردمای بیدین که متى هذا الوعد، این وعده که شما میتین به عذاب ها یا چه وقت است ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگین. لو یعلم الذین کفروا، اگر بدانن کسانی که کافر شدن، حین لا یکفون عن وجوههم النار، او حالت ببینن که نمیتونن، لا یکفون یعنی مانع شده نمیتونن، عن وجوههم از روحایشان، النار آتش دوزخ را، ولا عن ظهورهم و نه از پشت سرشان، یعنی آتش دوزخ از پیش رو هم برشان میان، از پشت سر هم یا بازو را دفع کرده نمیتونن آتش، نه از پیش روی خود و نه از پشت سر خود، ولا هم ینصرون و نه هم کمک کرده میشوند. بل تأتیهم بغتة، ای رسول الله صلی الله علیه و برشان بگو که این مرگتان، این عذابتان میای بر شما ناگهان. فتبهتهم، باز اینا را مات و مبهوت میسازه، ساکت و خاموش میسازه. فلا یستطیعون، پس اونا باز هیچ کاری کرده نمیتونن که او را چی کنن، ردها که او را رد بکنن. ولا هم ینظرون، و باز وقت برشان مهلت هم داده نمیشود. ولقد استهزئ، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم شما متأثر نشین، شما جگرخون نباشین. این مسخرگی و استهزای دشمنای اسلام به موحدین تنها زاده عصر امروزی نیست. ولقد استهزئ، یقینا که استهزا کرده شد، به رسول، به پیغمبرای من قبل که قبل از شما. فحاق بالذین سخروا، پس نازل شد بالای کسانی که سخر و مسخرگی و استهزا کردن، منهم از ایشان، ما کانوا به یستهزئون، آن چیزی که اونا، یعنی جزای آن چیزی که بودن مسخرگی میکردن. اونا این کار سابق هم میکردن، جزای خود دیدن، و کسایی که امروزی کار میکنن اونا هم این جزا را میبینن. قل من یکلؤکم باللیل و النهار، بگوی رسول الله صلی الله علیه و برشان که کی یکلؤکم نگه میدارد شما را شب و روز، من الرحمن از عذاب رحمان، بل هم عن ذکر ربهم معرضون، بلکه اینا کسایی هستند که از کتاب و از شریعت رب خود اعراض کننده هستند. ام لهم آلهة، آیا برشان معبودانی هست که تمنعهم من دوننا، که اونا را حفاظت میکنه به غیر از ما. لا یستطیعون نصر انفسهم، اونا خودشان کمک بر خود کردن نمیتونه. این معبودایی که شما عبادت میکنین باطل هستن، اونا نمیتونن حتی خود محافظت بکنن. ولا هم منا یصحبون، و اونا هم از طرف ما کدام صاحب و دوست و رفیق ندارن. بل متعنا هؤلاء، بلکه ما زندگی دادیم هؤلاء به خود از اینا و آباهم و به پدرانشان، حتی طال علیهم العمر، تا ای که عمرشان طویل شد، زیاد شد. افلا یرون، آیا این مردم نمیبینن که انا ما که اسم الله متعال میگه با قدرت و عظمت خود، نأتی الارض ننقصها، من به طرف زمین و او را ناقص میگردانیم. یا نقصان زمین چی هست؟ که زمین سر از اینا تنگ میسازیم سر کافرها با دخول اهل ازی به اسلام، یا هر قدر که میخواین که قدرتشان وسیع شوه، روز به روز در ملک خودشان هم مسلمان ها زیاد شده میرن، و بالاخره با زیادت مسلمان ها حاکمیت از اینا چی میشه؟ خود به خود از بین میره. ننقصها من اطرافها، ایره کم میسازیم از اطراف، از کناره هایش. افهم الغالبون، آیا ایشان غلبه کننده ها هستند؟ قل انما انذرکم بالوحی، ای رسول الله صلی الله علیه و بر از اونا بگو که من شما را انذار میتم توسط وحی. ولا یسمع الصم الدعا، طبعا انسان هایی که کر هستن، اینا یکی کر حقیقی هست، یکی کر که مجازی هست. کر مجازی کسایی هستن که گوشایش را نمیشنون. کر حقیقی کسایی هست که گوشایش خوب شنوا هست لکن حق نمیشنون. الله متعال میگه ولا یسمع، و نمیشنون از صم و کران حقیقی که ظاهرا گوش دارن ولی باطنا از شنیدن حق محرومن. اینا چی نمیفهمن؟ الدعا، طلب کردن و دعوت. هر قدر برشان دعوت به حق بکنی، حوصله شنیدن از اون ندارن. اذا ما ینظرون، وقتی که اینا ترسانده شوند. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربک، و باز وقتی که بر از اینا برسه کدام نفحه، کدام چپه، کدام چیزی از عذاب ربک، لیقولن، باز میگن یا ویلنا انا كنا ظالمین. همین نفخه کس میگه سر فلانی چپه افتاده. نه چپه که میگن
چاپه چی را میگن که یا تو یک حمله، میگه یک دفعه اگر حمله شوه بالای از اینا از عذاب پروردگارت، بازی ها میگن که یا ویلنا، باز چیخ میزنن که وای ما خود ظالم بودیم، مشرک بودیم، بیدین بودیم. الله متعال میگه که اگر شما هوشیار هستین پیش از نزول عذاب شما تسلیم شریعت الله شوین. الله متعال میگه در روز قیامت و ندعو میگذاریم الموازین القسط، یعنی ایمان داشته باشین به ترازوی میزان در روز قیامت. یعنی در روز آخرت الله متعال میگه ما میزان ها را میگذاریم. اینال میزان امو ترازو را میگن، ترازویی که القسط عادلانه باشه. در چه وقت؟ لیوم القیامه، بر روز قیامت. فلا تظلم نفس شیئا، پس ظلم نمیشه بر یک نفس یک چیزی. اینال ترازو وقتی که ما و شما در افغانستان کلمه موازین استعمال میکنیم، در زبان فارسی ما و شما فوراً امو دو پله‌ای در نظر ما و شما می ترازو. اما ترازوها مختلف است. همین موبایل شما هم در حقیقت یک ترازو هست نیست؟ همین چند دقیقه وقت مجرد که تو یک مسکال هم دادی و وقت میفهمه که تو این یک مسکالک دادی، بعد پیام میگه که مسکال دادی پیسه نداشتی، از این خاطر تلفن تو به خاطر بی پیسگی چیز شد. اندازه گپ تو اما موبایل بیان میکنه که چند بجه گپ زدی، چقدر گپ زدی، چند ثانیه گپ زدی، با کی گپ زدی، کلی نمیگه پاره کلش برای تو چی میکنه. از این خاطر بسیاری وقتا حال فعلا از طریق موبایل بسیاری کسا محاکمه میشه. بسیاری کسا از طریق موبایل مثلا دزدها گیر میشن، سارقا گیر میشن، تلفنایی که میشن، بسیاری مسائل استخباراتی و اطلاعاتی و جنایی از طریق تلفن‌ها چی میشه؟ کشف میشه و دزگیر میشه. این هم یک نوع میزان هست. حال الله متعال در روز قیامت یک میزانی را میگذاره که والله اعلم او با چی اندازه. منتها ما صفاتش را خواندیم که صفات از این میزانی که در روز قیامت گذاشته میشه که به اندازه یک یونت هم بالای کسی ظلم صورت نمیگیره. ولو که یک حرف هم گفتی اونمو هم اونجا محفوظ است و چیز میشه، حساب میشه. الله متعال میگه ما این میزانها و ترازوها را میگذاریم که ترازوهای قسط است. قسط یعنی عادلانه و با عدالت است که هیچ چیزی را زیاد و کم نمیکنه. لیوم القیامه، به روز قیامت، فلا تظلم نفس شیئا، هیچ شخص مسلمان، کافر، مشرک، منافق بالای هیچ کسی هیچ ظلم صورت نمیگیره، بلکه در مقابل آنچه که کرده برش جزا و پاداش داده میشه. و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها، میگه ولو که اینمی عمل ازی به اندازه مثقال حبه دانه را میگه، و خردل یک نباتک کوچک است مساوی با ما و شما پندانه میگیم یا سیادانه میگیم. همین سیادانه یک سر نان میپرتن کدام وقت شما دیده باشین، اینمی خردل است، اندازه همه قدر است. میگه اگه زمین توته کنی، ازار قسمتش کنی، یک قسمت از که بر ازار از زمین یک دانه را، اینه مثقال حبه میگن. اینه میگه اگر مثقال از زمین حبه خردل هم یک کس عمل کرده باشه، اتینا به الله متعال میگه او را برش میاریم و کفا بنا حاسبین. الله متعال میگه کفایت میکنه به ما که حساب کننده هستیم، یعنی حساب شما میگیریم با قدرت خود. آیا اینمی شریعت و این احکام تنها به رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ الله متعال میگه نه، این سنت ما هست. دیگه پیغمبران هم بوده مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولقد آتینا موسی و هارون، شما خواندین که ما دادیم برای موسی علیه السلام، برای هارون علیه السلام الفرقان، کتاب تورات را که فرق کننده بود بین حق و باطل، و ضیاء و روشنی بود، ذهنیت از اینا را روشن می ساخت. یعنی انسان کتاب آسمانی روشن فکر می سازن. و ذکرا و شریعت و حکم بود للمتقین، برای مردم های با تقوا. الذین، او کسانی که یخشون ربهم، از ربشان می ترسن، بالغیب، غائبانه، و هم من الساعة مشفقون، همچنان از ساعتی که محاسبه میشن در روز قیامت از او هم مشفقون، یعنی احساس ترس میکنن. و هذا، و این کتابی که حال فعلا در مقابل شما هست، ذکر، قانون هست، شریعت است، پیام هست، مبارکون، بسیار با برکت، انزلناه، که الله متعال میگه ما ایل نازل کردیم، افانتم له منکرون، آیا شما از این انکار میکنین؟ ولقد آتینا ابراهیم رشده، همچنان پیش از موسی و هارون علیه السلام ما ابراهیم علیه السلام رشد داده بودیم.
رشادت به معنای هدایت، فهم و قوت. من قبل ازی و کنا به عالمین، ما به او عالم بودیم، با خبر بودیم. اذ قال لابیه و قومه، ابراهیم علیه السلام آمد برای پدر خود گفت و برای قوم خود گفت ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. از اونا پرسان کرد، گفت ببخشین چی هست این تمثال ها، این مجسمه ها، التي انتم لها عاکفون، که شما در مقابل از او خدا مجاور ساختین، مجاور از این بت ها ساختین. اینا چون دلیل نداشتن، مردمای بیدین و قبر پرست و بت پرست، همیشه کسشان که بحث بکنی باز پدرای خدا پیش میکنن، میگه ولی پدرای ما این کارا میکرد، ما دم دین پدرای خدا هستیم. قالو گفتن وجدنا آباءنا لها عابدین، ما پدرای خدا دیدیم که به مینا عبادت میکنه، پس ما وقتی که پدرای ما میکرد ما هم همین کارا میکنیم. اگه پدرای ما میرقصید ما میرقصیم، اگر پدرای ما افغانستان به روسا فروخت ما میفروشیم به امریکایا، اگر پدرای ما مثلا داروسیا مثلا دخترها و بچه‌ها را میآوردن میرقصاندن ما هم همین کارا میکردیم. انسانای بیدین همیشه همین قسم از اون پدرای بیدین خود درس میگیرن. اینا گفتن به ابراهیم علیه السلام که پدرای ما این همین قسم بودن، وجدنا یافتیم ما آبانا پدرای ما را لها عابدین، که برای نمی بت‌ها عبادت میکردن. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم، ابراهیم علیه السلام هم برشان گفت که هم شما و هم پدران شما فی ضلال مبین، در گمراهی آشکار هستید. این گپا که برای مشرک بگویید که مشرک در میگیره، وقتی که برشان بگویید که خودتان هم گمراه هستین، پدرایتان هم گمراه هست. قالوا اجئتنا بالحق، برش گفتن آیا تو برای ما توحید آوردی، ام انت من اللاعبین، یا تو سر ما مسخرگی میکنی و ساتیری میکنی؟ قال ابراهیم علیه السلام گفت که نه خیر، من مسخرگی نمیکنم، من حق برای شما میگم که او عبارت از توحید است. و ربکم رب السماوات والارض، من میخوایم بر شما معرفی بکنم که خالق شما این بت‌ها مجسمه ها نیستن، خالق شما، روزی دهنده شما، شفا دهنده شما، زنده کننده شما، مرده کننده شما، رب آسمان ها و زمین است. اونمو خالق است که آسمان و زمین خلق کرده. این بت بیچاره چی کرده میتونه؟ الذی فطرهن، او ذاتی که همه از اینا را فطرهن ای خلقهن، اینا را خلق کرده. و انا علی ذلک من الشاهدین، ابراهیم علیه السلام گفت ما به می شاهد هستم که الله خالق تمام ما و شما هست. آل ابراهیم علیه السلام چون جوان است، و قبلا ما و شما که خواندیم او که امرای پدر خود گپ میزد، این حالت نو جوانیش از دیگه، نو جوانیش از جوانا بسیار احساساتی می باشن و او دفعه دیگه که ما و شما روایت دیگه که خواندیم، او زمان است که سنش پخته هست که باز پیش ملائکه میآیند و میرن بر از جوانایی که به شکل انسان ها می باز گوساله را ذبح میکنه. اینجا ابراهیم علیه السلام جوان است. حالا دیگه ابراهیم علیه السلام چون جوان است برای اختار میته، چی میگه؟ میگه و تالله، قسم از بمو الله، ما خبرتان گپ حق گفتم حالا شما قبول نمیکنین، لاکیدن اصنامکم، ما برای زی بتهایتان یک پلان میسازم، یک لاکیدن که به معنای چی است؟ برنامه ریزی. ما یک برنامه ریزی میکنم برای زمین بتهای شما، بعد ان تولوا مدبرین، بعد از اینکه شما رویتان بگردانین، شما خاص پیش من میرین، گپای ما قبول نمیکنین، خلاص شما که گپای ما قبول نکردین، ما هم با سعی کنین یک برنامه برات میسازم. خب فجعلهم جذاذا، یک دفعه ابراهیم علیه السلام رفت صاحب، اما تو جوان از دیگه، قربان جوانا، جوان از دیگه، این جوان خیس رفت چی کرد؟ یک دانه تبر کلا نگرفت دیگه که اما تو خوب، اما تو مارتول واره کتا این صاحب گرفت، جوان از دیگه، خوب اما تو اندام قوی داره دیگه. ابراهیم علیه السلام دیگه چی کرد؟ میگه رفت دجان از زمین مجسمه های از یا دیگه قصر کلان ساخته بودن و در بین از بت‌های کلان سنگ ها را تراش کرده بودن، این طرف بتا هست اون طرف بت‌های دیگه از پیششان بت کلانشان است و زیر پای هر بت که است گوسفند میکشن، باز خونش در پای از او میزنن و شتر میارن میزنن و میوه ها را میارن و غذاها را میمونن. این گپا هست دیگه، یار جور کردن بسیار طلا هست و فلانی است. ابراهیم علیه السلام رفت صاحب همین تبر خدا گرفت و همین مارتول خدا گرفت صاحب، رفت که همین کله بت میزنه و کله توتا میشه. او قال مقال مردم ابراهیم که آثار عتیقه را از بین برد، آثار پدرای ما را از بین برد. این صاحب ابراهیم علیه السلام این بت‌های از چی کرد؟ فجعلهم جذاذا، میگه گردانید امی مجسمه هایی که اینا ساخته بودن، بت‌های از اینا رو چی کرد؟ میگه توتت ساخت شد، اترشان کرد که تکت و میده الا کبیرا لهم، بازم یک فرصت دعوت معقولانه بر از اینا باز گذاشت. گفت طبعا اینا وقتی که میان بت‌ها رو میبینن که تکه هست،
بر از اینا باز ما یک دلیل عقلی پیش میکنم. از این خاطر همین بت کلان اونجا مان الا کبیرن لهم، مگر همون بت کلان مجسمه کلان همی قسمان لعلهم الیه یرجون، باز اونا بیان بر ازو بگن که تو چرا یارا شکستاندی، چرا یارا زدی، خار شده بودی، چطور شده بودی، نه بر از این بت کلان بگن. قالو یا که آمدن خود دیدن که این بت کلان هم حرکت کردن نمیتونه، این خود زور اگه قارم شو نمیتونه که دیگر آره بشکنانه. متوجه هستین؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کی معبودای ما را این کار کرده، من کی فعل انجام داده هذا این کار بآلهتنا به معبودان ما، یا گفتن من فعل هذا بآلهتنا، هر کسی که این کار کرده به معبودان ما انه لمن الظالمین، این بسیار ظالم است، این را باید ما جزا بدیم، این ضد حقوق بشر کار کرده، این ضد حقوق انسان کار کرده، این ضد منابع و ثروت های عایداتی ما کار کرده. متوجه هستین؟ این قالوا سمعنا، یکیشان گفتن که والا ما میشنیم فتن، یک جوان است در این منطقه پیدا شده که بسیار جوان با شخصیت است، با ایمان است، و این همیشه یذکرهم، اینها را به زشتی یاد میکنن، میگه که یا چیزی کار کردن نمیتونن، الله را عبادت کنین. یقال له ابراهیم، نام از این جوان چی است؟ ابراهیم است. قالوا، یا گفتن که فأتوا بهی، الا او را بیارین علی اعین الناس، در مقابل چشمهای مردم، لعلهم یشهدون، تا که مردم خوب ببینن. کل مردم هم جمع شدن و برای محاکمه ابراهیم علیه السلام طلب کردن. قالوا، آل ابراهیم علیه السلام کار خود کرده، از این خاطر میگه شما جوانا همیشه جوانای عملی باشین که یک منکر با دستتان از بین بردین، دلایل و استدلال عقلی قوی هم باید داشته باشین، باید دلایل منطقی هم داشته باشین که جانب مقابل شکست بخوره. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، آیا تو فعلت انجام دادی هذا ای کار شکستاندنه بآلهتنا با معبودان ما ای ابراهیم، یا ابراهیم علیه السلام. آل ابراهیم علیه السلام این گپ به حساب استدلال میگه، نه به حساب عقیده. ابراهیم علیه السلام میخواه که اینا را بفهمانه که امی بت وقتی که هیچ کار کردن نمیتونه، شما چرا عبادت میکنین؟ قال، میگه ابراهیم علیه السلام به خاطر استدلال منطقی که خود از اینا را قناعت بده و حداقل اینا از عقل خود کار بگیره، عقلشان شور بده. بعضی کساس همی عرب ها بر ما میگفتن بعضی کساس میگه هذا قفل مخه، میگه این مغز خود قلف کرده، میگه چی گپ نمیفهمه، دلیل نمیفهمه. آل ابراهیم علیه السلام میخواد که یک کلی پیدا کنه، همین مغزا از یه را واز کنه که مردم شما برای بوت که هیچ کار کردن نمیتونه، کل از یک مرده، کلشان تکت تکه شد، البته کلانشان کرده. اگه باز شما میگین که چرا کلانشان پرسان نمیکنین که توی چوچه اکایت شکستاندی، اگر شما باز به این عقیده هستین که کلانش هیچ حرکت کردن نمیتونه، شکستاندن نمیتونه، باز خواهی شما رو چطور شفا میده، شما رو چرا بچه میده، شما رو چطور دختر میده؟ ابراهیم علیه السلام گفت بل فعله کبیرهم، برین اون اصلا کلانشون یه قرار اونجا لندغر استاد است. هذا یک استاد ما داشتیم بازو میگه چی میگه ابراهیم علیه السلام اصلا میگه این قسم اشاره کرد. خب ابراهیم علیه السلام میگه دست خودی قسمی کرد، کلکه خودشونو بت کرد، خب اصلی قسم کرد بل فعله کبیرهم. فهمیدی؟ یک استاد ما داشتیم او بگم ابراهیم علیه السلام دروغ نمیگفت، ابراهیم علیه السلام این قسم کرد، گفت بل فعله کبیرهم هذا. فهمیدی؟ این حال میگه که ابراهیم علیه السلام خبر از ذات فهمان که کلانشان که دست ماست اینمی کدیشه، خب فکرشان نشد و فکر کرد که گفتن البته کلان او است اونجا، به نظر از او کبیر او بود، به نظر کافرها، به نظر ابراهیم علیه السلام کبیر کی بود؟ مشتش. بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم، سوال کنین از پیش، ان کانوا ینطقون، اگر اینا گپ زدن میتونن. فرجعوا الی انفسهم، میگه یا آمدن پیش خود مجلس کردن. ابراهیم چی میگه؟ این خود میگه کلانشان کشته، این بت کلان خود. فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، گفتند شما بسیار ظالم ستمگار هستین. ثم نکسوا علی رؤوسهم، باز چی کردن؟ سرای خود جمع کردن سرای خود. بس این کلان کدام میتونه چرا؟
لقد علمت ما هؤلاء ینطقون. آمدن بر سرای خدا چی کردن؟ سرای خدا اول خود چی کردن؟ جمع کردن، باز بعد از دیگه آمدن بر از گفتن لقد علمت ما هؤلاء ینطقون. تو خو میفهمی که یا گپ زدن نمیتونه؟